رستوران بامداد بفرمایید. رابرت میخوام پیتزا سفارش بدم. میخوای پیتزا سفارش بدی؟ فقط مؤدبانه یه درخواست پیتزا کن. پیتزای چی؟ پیتزای گوت میخواستم. رابرت بهت گفتم پسری؟ مؤدب باش. بچه در می آوردی؟ خودمم. ببین پیتزا بده بچه در ببینم. مارکوس بهت گفتم که این کارو نکن. فقط یه پیتزا سفارش بده و تلفن رو قطع کن. نوشیدنی هم سفارش بده. نوشیدنی هم میخوام. چی میخوای؟ شیر کم چربی 1%. شیر کم چرب جزو نوشیدنی ها حساب نمیشه. باید نوشابه بگیم. جز چی حساب میشه تو؟ رابرت جوتتو ببند. سفارش بدم. یه پیتزا برام بفرست. خب کمک. چی شد؟ کمک. چیکارت کردم؟ دارم آتیش میگیرم. اوه. ببین آب بریز دوست. من این سنگو دوست ندارم. شیر کم چربی 1% یادت نره. چی کم چرب؟